هموطنان عزیز سلام، خدا کنه جور و صحتمند و سر حال باشین. عزیزان، طوری که میفهمین خزان نزدیک شده و فصل تغییر میخوره، تبدیلی هواست. ما باید زیاد متوجه پوست خود، موهای خود و بدن خود باشیم. لحاظا کوشش کنیم که از چیزایی که در تبدیلی هوا بر ما خوب نیست نباید استفاده کرده و در غذا بسیار باید متوجه باشیم که بعضی چیزا در این فصل تغییر میکنن و بعضی مشکلات ها ایجاد میکنن. همیشه کوشش کنیم که از لوازم یا از چیزایی که ما استفاده میکنیم مرطوب کننده زیاد داشته باشه. کوشش کنیم در این فصل از موادهای کیمیایی مثال میکاپ، پودر یا بعضی چیزایی که مواد کیمیایی داره نباید استفاده شود. کوشش کنیم که مرطوب کننده استفاده کنیم، مایعات زیاد بخوریم، آب زیاد بخوریم و در این فصل ورزش بسیار مهم است که ورزش کنیم. و همچنان دوستان، بعضی چیزایی که در این فصل خوب نیست نباید استفاده کنیم، مثل صابون، زیاد آب داغ، سرجان شستن، از غذاها مرچ، گندنه، تندی، چربی، بانجان سیاه، گوشت گاو، نوشابه گازدار نه تنها برای جلدتان مضر است، برای مشکلات مثال ریزش، زکام، سردردی، جاندردی، تب این چیزا پیدا میشه. کوشش کنیم مایعات زیاد بخوریم، از چیزایی که اویست زیاد بخوریم، چیزای تازه زیاد بخوریم و کوشش کنیم مرطوب کننده را زیاد استفاده کنیم. چیزایی که ما قبلا استفاده میکردیم در فصل گرمی، حالی زیادتر چیزای خود تغییر بدیم که مرطوب کننده زیاد داشته باشه استفاده کنیم و همیشه موهای خود، جلد خود را و بدن خود را دوست داشته باشیم. تشکر.